امیال مادی یا تکامل هستی هستیم. همه انسان ها، همه ما ایمان داریم، اما به یقین کامل نمیرسیم. آنقدر مصروف مسائل شخصی خود ما هستیم که حقایق به بزرگی کور را هم با چشمان ما نمیبینیم. بدون توجه به اشارات بزرگ و آشکار و عیان از کنار مسائل میگذریم، در حالی که حتی توجه به بسیاری از اشارات کوچک میتواند در به سوی زیبایی ها باز کند. توجه به این نشانه ها چنان شور و شوق در انسان به وجود می آورد که روح پرواز می کند. البته برای رساندن روح به این جایگاه رفیع باید زحمت کشید. اگر لحظات عمر خود را به بی‌تفاوتی بگذرانیم، حکم بچه‌ای را داریم که طلا را داده و جایش نبات گرفته. درست است که شیرین شدن کام را همه ما انسان ها دوست داریم، ولی در پرواز روح حلاوت جاودانی است. و حال داستان جالب را می‌بینیم که برگرفته شده از همان نشانه های کوچک به نام بود. آخ سلام علیکم ماما جان. چطور هستی؟ خوش آمدی. یا بچم بیشی. این دفعه چی شده؟ بده که ببینم بچم. ای دیگه دختن همیشه کجایش دیگه جور کنم؟ بیبی کل جایش پاره شده. میفهمم. مگم دیگه نمیشه که بدوزی و جورش کنی؟ بیبی بچم دیگه ای بود دختن همیشه. بهترین کاری است که یک جوره بود نو بخری. امره کجاست جلال؟ نمیفهم. شاید رفتن آن بگیره. جالب است. تو عجب چانس داری. جور کردن سلات قسمت تو شد. درست کردن مقلوبه مثل همیشه افتاد به گردن ما. $3 میلیون لیره. اگه کم زحمت دگان بکشم میتون می بوتا را بخرم. بفرمایید. بعد از او برنج اضافه میکنیم. خوب بینندگان عزیز، لطفاً به این بخش توجه داشته باشید. نهایتاً مقلوبه نو پسهوز درست است. بله البته در این شرایط اساس ترین ماده غذا باید میده شده باشه. برنج باید تو دم بگیره. اگر با قاشق بگیریش حدس بزنی که میریزه. حالا میتونیم سرپوش بانیم تا مقلوبه را طوری که گفتیم پخته کنیم. جلال سلات تو ده چی وضعیت است؟ امیال آماده میشه استاد. تا که مقلوبه تیار میشه آماده میشه انشالله. بسیار خوب شد. برای بچه ها ات سفره افطاری تیار کنم که کیف کنه. آخ عیف شد. کاش که بالای دسترخوان شیرینی ها میگرفتیم. راستی وضع صندوق ما چطور است؟ خالی است. خالی است؟ پیسه ما خلاص شده؟ بله کلش مقلوبه خریدیم. او خدا، من خود که پیسه هم ندارم. تو پیسه داری؟ من پیسه ندارم. خب بانش دیگه. برای فکر کردن وقت نمانده. ای بچه ها چرا نامدن؟ انو زیر نکدن. چند دقیقه بعد میآیند. مادر بلوزم کجاست؟ من چی میفهمم که بلوزت کجاست؟ بچه‌ایم هر چی که کشیدی موجه خواد بود. ما پیدا کردن نمیتونم. بلوزم کجاست؟ چی پخته میکنی؟ بلخور کمی مادرم از قریه روان کرده بود. با خدا من دیگه پیسه ندارم که نان بخرم. کل چیز قیمت شده. ده این ماه مبارک رمضان. بلوز ما پیدا کردم مادر. خودم پیدا کردم. اینجا بود. کجا میره؟ دوستاش به افطاری دعوتش کرده. خودش آماده دیسات میسازه. کجا میره؟ بشینه در خانه روزیش افطار کنه. خودت خو میفهمی. رفتم راه بیرک میره درس میخوانه. دستشان درد نکنه. چه خبرشان زحمت میکشه. از پیشش پیسام نمیگیره. پدر بیرک میخواست برش پیسام بده. مگه ما قبول نکردیم. در این زمانه سر کس اعتبار کردن نمیشه. درس که بخونه چی میشه؟ فکر کن که به کجا میرسه. راستی پدر یادت است که گفته بودم در مکتب پیسه میخواه؟ بله. کل صنفی هم پیسه خود دادن. تنها ما پیسه ندادم. استادم گفت پیسه را بیار. میگفتی پیسه ندارم. مگم تو نمیفهمی که ما پیسه نداریم؟ ما بنان خریدن پیسه نداریم. در این وقت مکتب پیسه میخواه.
نه ندارم. ما از اول هم میگفتم که نمیخوایم درس بخونی. با درس خواندن به هیچ جای نمیرسی. برای کل چیز پیسه بده. یا پیسه کتابچه بده، یا پیسه قلم بده، یا پیسه مکتب بده. دیگه ندارم. سن سال تو از پیسه گرفتن گذشته دیگه. امسالایت کار میکنن، پیسه پیدا میکنن. کاش که تو را هم در پرورشگاه شامل کنم که اوجا کار کنی و پیسه بدست بیاری. مگم پدر، ما خو میخوایم که درس بخونم. بس از دیگه گپ نزن. تو میخوایی مگه من توانش ندارم. من پیسه ندارم که برای کاغذ و قلمت بتم و تو پیسه مکتبه میخوایی. از کجا بیارم؟ پیسه ندارم. بگوین آیده خانم بیاین. درست است، ما برش میگم. بیا برو خانم بیبی. شماره 14 چی میگه؟ تو هم برو پیش اونجا. تو حق نداری که جایی بری. برو. ولی پدر، ما خو باید درس بخونم. بازا میگی که برم درس بخونم. امیالی من برای چی گفتم؟ درس خواندن فراموش کو. فهمیدی؟ اگه از خانه بیرون رفتی پایت مشکنانم. سلام آقای جلال. سلام آقای ویرک. بیا داخل. حسن کجاست؟ اونا آمده؟ نه. ما خانه همین بودم، اونجا نرفتیم. او گفته بود که پیشتر از من اینجا میه. خیر، شاید بیاید. تو برو اونجا بشی. حال آزان میگه تا حال نان تیار نکردیم. تو تا حال نرفتی؟ نه نمیتونم برم مادر، پدرم اجازه نداد. میگه دیگه درس نخوان. ناراحت نباش، گریه نکو. پدر دیروزا نارام است. مادر ما میخوایم درس بخونم. معلوم است که درس میخوانی، حتما میخوانی. مگم پدرم میگه که نمیمانم درس بخونی. پروا نداره، کل چیز خوب میشه. حتی اون نمیمانه که خانه دوستایم برم. ما برشان قول داده بودم که ده افطاری میایم. حالیست. اینقدر بویش نکو روزیت باطل میشه. بیادر ما استادی کار هستم. اگه دکتر از ما پرسان کنم میگن که پختن مقلوبه رو یاد گرفتم. مثل ما باشین آقای خسته تابک. نباشی آقای بیرک. حسن کجاست؟ تال نامده. یعنی چی که نامده؟ ما یک دیگه پر پخته کردیم تا که حسن نامده هیچ کس حق نداره که غذا بخوره. ما گفتم. باشه. حالا ما میرم برش زنگ میزنم. یعنی میری بیرون؟ بله. ما بیارمش آقای جلال. نه تو همراه آقای تاباک کمک کو. من میال پس میام. درست است. کمکت کنم آقای تاباک؟ نه تشکر. بیرک کل چیز آماده است. او امرا آمد؟ سرایدار، ای آخری روز پرداخت پیسه برق است. نمیتونم یک سال سر پای استاد شو. این کتابچه برق است. پیسهش تحویل کو. باقی مانده پیسه را بیا. چرا تو طرفم سعی میکنی؟ گفتم پیسه برق تحویل کو. امیر، هر دفعه میره میگی من کارمند شما نیستم. پیسه بلتان وظیفه من نیست. واقعا به سرت خورده. اگه به سرت بر میخوره نباید سرایدار میشی. سرایدار اسمش اوش است. وظیفه سرایدار همی است. هر کار کس پیشت بخوایم باید انجامش بدی. من نمیتونم برم دست استاد شوم. وقت بسیار ارزش داره. تو را شرمت میایه؟ خب پس باید عقل خود به کار منداختی. درس میخوندی. چی کنی؟ ما که به جای درس نخوندیم. خب بگی، زیاد گپ دارم. برای تو میگم پیسه برق بده. زود باش. اوه خدا، عثمانم سر کلیش معلوم نیست. من پیسام ندارم. حالا چه قسم زنگ بزنم؟ یعنی برم خانه سرخان. اونجا بسیار دور است. باید زود پس بیایم امرای تاپا کمک کنم. اوه یک کارت پیدا کردم. اعتبارم داره. این کارت از کجا شد؟ خدایا این باید از برکت رمضان باشه. سلام بچه، گوشی تلفن وردار.
بله آقای جلال ما آمده نمیتونم. چرا؟ نکنه مریض شدی سران؟ نه بیادر مریض نیستم مگم. پس چی گپ است؟ برت اجازه ندادن که افطاری بیایی؟ سران چی شده؟ میفهمی پدر، جلال بیادر زنگ زده، اونا منتظر هستن. بسیار خوب است. برو گفتم. برو بچیم. چرایی تو طرفم سعی میکنی؟ بله عالم نایم بیادر. بسیار خوب سران، پس زود بیا، ما منتظر هستیم. فوراً خودم میرسانم جلال بیادر. بسیار تشکر پدر جان. سرحان. کار داشتی پدر؟ بله. بیا اینجا بشی. سران، تو درس خودم میخوانی، از دیگرها فرق نمی داشته باشی، مثل دوستای درس میخوانی و پنتون میری، مگم هیچ وقت دیگرها را توهین نکنی. اگر دیدی که کسی پر و بالش شکسته، کوشش کو کمکش کنی، نه ای که تو هم به سرش بزنی. و هیچ وقت کسی را تحقیر نکنی و با گلوله کشی بازی نکنی. کسی را مسخره نکو. تو باید درس تا بخوانی بچیم. تشویش نکو، تو درس تا میخوانی. مکتب چقدر پیسه خواسته؟ 3 میلیون لیره. فردا برات میتو. بله استاد ما گفت که فردا بیاری. گفت اگه فردا پیسه را نبیاری. بسیار خوب بسیار خوب. حالا برو سرت ناوقت درست میشه. است پدر، من میرم. ندارم خانم. در جیب بغیر از 5 میلیون لیره دیگه ندارم. آخر آدم پیش بچه خود چرا قدر خورد شوه؟ نمیفهمم چقدر دلم برش میزوزه. او چقدر پشت کار داره. ما برش بگم درس نخوان. بفرمایین دوستا، بفرمایین، بیاین. بشینین اونجا، بفرمایین. سکندر تو آمدی؟ بله آمدم. سکندر چیزایی که گفته بودم خریدی؟ بله خریدیم. تشکر، ممنون. راستی مهمان داریم. چی؟ همکارای ما هستن. با افطار دعوتشان کردیم. عصبانی خو نشدی؟ چرا عصبانی شوم؟ پذیرایی از روزدار ثواب داره. مگم کاش که زودتر برام میگفتی. ما به اندازه میمونه غذا پخته میکردم. خود ناراحت نکو. چیزی که در خانه است پخته کو میخورن. مگم باید صورت میشه؟ تک تلفن خو میکدی. آخر روز به فکرم رسید که دعوتشان کنم. چی میفهمیدم؟ یادم رفته بود. همیشه چیزا یادت میره آقای سکندر. خودگه من میرم پیش دوستایم. تو هم غذا را آماده کو. درست است؟ درست است. چیز بازار نمانده. لطفاً بفرمایین. بیاین بفرمایین. خدایا هر صبح سلامتی از خواب بیدار میشیم. با لطف تو هر صبح دست و پای ما قوت میگیره. با لطف تو گرچه مقصر هستیم اشتباه میکنیم، مگم تو ما را بخشیدی. برای نعمتهای تو شکرگزار هستیم. ما را یک لحظه از درگاه دور نکو. برای ما سلامتی عطا کو. ما را برای راست هدایت کو. تا دست ما قدرت آورد تا زبان ما کار میکنه، ما را به کارهای خیر راهنمایی کو. روزه ما را قبول بفرما. کار کو که هر روز می قسم امرای عزیزان خود باشیم، مقلوبه پخته کنیم و با هم جمع شویم افطار کنیم. آمین. آمین. چی فکر میکنی؟ چی شده؟ ای پیسه مکتب سرحانه. نمیفهمم چطور کنم. بسیار سخت است سرحان. سرحان بله شاهین بیادر. چی شده؟ چرا زده میری؟ چیزی نیست. چطور؟ 2 دفعه صدایت کردم نشنیدی. زود بگو چی مشکل داری؟ راستی بیادر دیوالای مکتب رنگ کردن.
معلم از کل بچه ها پیسه جمع کرد. مگم پدرم پیسه نداد. ما هنوز پیسه ندادیم. معلم گفته حتما پیسه رو برش فردا ببرم. سوال حل کردم بیادر. میفهمیدم که سوال حل میکنی. مسئله نبوده که حل نکده باشی. این مسئله رو حل میکنیم. کدام مسئله؟ معلمت چقدر پیسه خواسته؟ 30 میلیون لیره. بگی این پیسه را فردا به معلمت بده. مگم بیادر. بگی سرها گپ کلانا را گوش کو. بگی اوف، کمر ما درد گرفت. خسته شدیم. نه و ظرفا خلاص شدم. بله. اسکندر، من از پیش یک خواهش دارم. مگم تو غلط فکر نکنی. فکر نکن که من میمان نمیخوایم. قدم میمانا بالای چشم. برای من مسئله زحمت نیست. مگم یک روز میمان کار است. هر روز میمان، هر روز میمان. از وقتی که رمضان شروع شده یک روز ما تنها نبودیم. خانواده با هم بشینیم، اختلاط کنیم، صحبت کنیم، با هم کتاب بخوانیم. درست است خانم، هر قسمی که تو بخوایی. خیلی فردا کسی را دعوت نکنی، درست است؟ درست است. راستی بیرک کجاست؟ از وقتی که آمدیم ندیدیمش. رفتم رای دوستای متعلمش درس میخوانه. بله یادم رفته بود. سلامت باشن. درست مثل بیادراستن. مثل که آمدی بچه. روز بخیر. روز بخیر مادر. برو داخل. سلام پدر. سلام بچه، خوش آمدی. راستش بچه ها دی ما باید زیادتر صرفه جویی کنیم. معلوم است که وضع هیچ کدام ما خوب نیست. از ولایت هم پیسه روان نکردن و پیسه را که خانواده ما روان میکنه یک ماه خرچ تحصیلی ما را کفایت نمیکنه. با بورسی که میگیریم و صرفه جویی میکنیم یک ماه را به زور تیر میکنیم. کاش که به یکی ماه پیسه روان کنه. ما فردا بورس خودم میگیرم. خو اگه پدرم کم پیسام روان کنه مگم تو پیسه جمع نمیکردی شاهین؟ چرا جمع میکردم مگه مال ندارم. حتما برات پیسه روان میکنن. فعلا نه. من میرم پدر. برو بچه، موفق باشی. خدا حافظ. برو بچه. مانده نباشی آقای مظفر. تشکر آقای سکندر. سران چی وقت رفته؟ امیال رفت. خب خداحافظ. خداحافظ و سلام علیکم. پدر من دوستایم بسیار دوست دارم. هیره خو کلگی میفهمن بچه، تو ده هر گپ از وا یاد میکنی. تو معلوم میشه که بسیار دوستشان داری. پدر امکان داره که اونا رو به افطار دعوت کنیم؟ خواهش میکنم. تو کمی دیر کردی، مگم بازم رسیدی. میبینم، موفق باشی. بالاخره دعوتشون کنیم پدر. درست است. کی دعوتشون کنیم پدر؟ اما امروز چطور است؟ امروز بسیار تشکر پدر. خداحافظ بچه. خداحافظ. شاهین، امید. سلام علیکم آقای شبا. و علیکم نثار. نان حیوانا را بیار. سلام آقای سکندر. سلام بچه ها، چطور بسیار هسته؟ تشکر. از داخل موتر صدا کردم، مگم نشینیدین؟ بچه ها وقت نان گرم تازه است. چرا نان یخه میخرین؟ نان تازه به این قیمت پیدا نمیشه. خدا آقای شبان خیر بده. همیشه میایم با ما نان تازه نگاه میکنه. ما هر روز نان میگیریم. مخارج تحصیلی ما بسیار است. مجبور هستیم صرفه جویی کنیم. خداوند با ما کمک میکنه.
بزرگای ما میگن قناعت برکت میاره. اما تو که میبینی ما با قناعت زندگی خود برکت میتیم. بله. به هر حال ما به خاطر نان گرفتن به اینجا آمدیم. ما میخوایم یک چیز براتون بگویم. اگه امروز جای کار ندارین، ما در افطار منتظرتان هستیم. تشکر مادر جان. خوب هستم. دیگه چی کار کنم؟ کارهای دسترخوان افطار است. نه امروز دیگه میمان نداریم. به سکندر گفتم قرار است خانوادگی افطار کنیم، صحبت کنیم، قرآن بخوانیم و من کم استراحت میکنم. نه مادر جان، چطور امکان داره دوست نداشته باشم و هم در ماه رمضان؟ مادر دروازه را میزنن، بعدن تلفن میکنم مثل که بیرک از مکتب آمد. خب خداحافظ، روزیتان قبول. ما دروازه را باز میکنم. تو نان بیار. درست است. اونا آمدن پدر؟ نه آمدن؟ چند دقیقه بعد میاین. میاین بچه میاین. مادر جان دوستان در اینجا افطار میاین. کیا را دعوت کردی؟ هی یادم رفت که برات بگویم قرار است دوستای بیرک اینجا بیاین. بر افطار؟ بله ما اینجا دعوتشان کردیم. تو دعوتشان کردی؟ باشه دعوت کو. کسی نمیگه دعوت نکو، ولی نمیشه که با من خبر بدی؟ تو قول داده بودی که با هم افطار میکنیم، یادت رفته؟ یادم رفته. چطور کنم دیگه؟ غذای خوشمزه تیار کردی؟ مادر آمدن. ما برم به استقبالشان. خوش آمدین بیادرا. خوش آمدین جوانا. سلام علیکم. خوش آمدی جلال. شاهین بیادر نامدن؟ نه خوش آمدین. خوش آمدین، بفرمایین. خوش آمدین بفرمایین. خوش آمدین بفرمایین. اونجا بشینین. راحت باشین. حالتان چطور است جوانا؟ اوه خدا، این بوتا چقدر کهنه شده، کل جایش پاره است. این بچه ای را در این هوای زمستان چطور می پوشه؟ بیچاره. از کدامشان خواد بود؟ خدایا چطور میشه آدم نتونه وضع خدا جور کنه؟ ای خدایا، معلوم است که نتونسته جور کنه. مگه می بوتا خود از زمستان پوشیده نمیشه؟ وقت افطار نزدیک است، باید برم دسترخوان آماده کنم. بیرک همیشه گپای شما را میزنه بیادر شاهین. امید جلال دستای شما درد نکنه. خب جوانا ما حاله می آیم. مثل که خانم عصبانی شده. خب دیگه حقم داره، باید برش خبر میدادم. چرا یادم رفت. بوت کدامشان خواد بود؟ بله از دست ما بسیار عصبانی شده. همین دیروز گفته بود که باید با هم افطار کنیم. مادر کمک کنم. تشکر عزیزم، تو برو پیش دوستای. خب مادر جان. سکندر بچه فوق‌العاده تربیت کردی. نسبت به سنش بسیار فهمیده است. بیرک ده کتابای خود هیچ مشکل نداره. او مثل دیگه بچه ها نیست. کل کتابا را خوانده. چی میگین بچه ها؟ میخواین که دیگه هم لکسش بسازم؟ کلامش بسیار خوب است. حالا شیرایش نخواندی؟ نه بابا، یعنی که بچه ما شاعرام شده؟ ما خو هنوز خبر نداشتیم. خانم عصبانی است. همراه قسم بوتا چطور راه میره؟ مثل ما خود داخل خانه نیست، تمام روز در بیرون است. انسان یخ میزنه. فکر خوبی است. یک جور بوت سکندر کلان است. ای بوتا نمیشه. خدایا چطور میتونم که کسی بفهمه متوجه شوه کار کنه؟
رخصتی که شد به خانه میریم. اگر نرم قار میشن. پدر مادرم، خاله هایم، امه هایم، تمام فامیل. راستی ولایت خود بسیار دوست دارم. قریه ما بسیار قشنگ است. مسئله ای است که بوتا حساب مرا بسیار خراب کرده. باید یک رای پیدا کنم. ولی چی رایه؟ بله ای خوب است. میرم پرسان میکنم که بوت از کی است. پس آن پیسیش توسط بیرک روان میکنم. ولایت شما چه قسم است آقای شاهی؟ معلوم است یک قریه بسیار کوچک در کنار دریاست. منظرهشان بسیار قشنگ باید باشه. مگم از خانواده ما در اونجا هیچ کس دیگه نمانده. ما هم در 1 سال میتونم یک بار برم. خدایا یک جور بوت بی ارزش. اصلا به موجودیتش اهمیت نمیده. بجایش بوتای پاره میپوشه. خدا میفهمد چقدر وقت امرای بوتا را میره. با اجازه شما ما دیگه میریم. از زحمتتان بسیار تشکر. خواهش میکنم. ما هیچ کاری تشکر. نکردیم. خدا نماز و تشکر. روزیتان قبول تشکر کنه. بسیار. بازم از امی کارا بکنین. بفرمایین. شب بخیر. از همه چیزتان خداحافظ. تشکر. شب بخیر. بازم خداحافظ. بیاین بچه ها. شب بخیر. شب بخیر. بسیار زیاد تشکر. شب بخیر. ببخشین بوتای ما کجاست؟ اینا نیست؟ نه این نیست. دوستایت خوب بوتای خود پوشیدن. ای از مام نیست. پس از توست دیگه؟ نه این نیست. راستی بوتای ما نو نبود. بوتای ما کونه بود. پاره پاره بود. غیر از بوتای ما دیگه اینجا بوت نیست. بچیم حتما از خانه به عجله بیرون آمدی. اینا رو پوشیده؟ ولی ما دیگه بوت ندارم که بپوشم. اینا از من نیست. پس از کیست؟ اینا از کجا آمدن؟ بپوش آقای شهین. اینا از توست. باور کن من نمیفهمم. مگم شما رای دراز را در پیش دارین. من میفهمم تو دوستی هستی که آدمای زیاد را خوشخواد ساختی. جالب است حتی نموندی کسی دیگه یک جور بود بر تدیه کنه. شما اینقدر جوان ابرومند هستین که خداوند نخواست شما بار منت کسی باشین. بپوش بچه بپوش.